دوستان به اصطلاح به همت ناشران فعال در آسیای میانه بوده، یعنی گفتمان سازی و اکثرا هم نقطه مشترکشون نویسندگی هست که به اصطلاح حالا همدانی ها در با نگاه ملی یک برنامه ای رو تعریف کردن که دوستان در یک سفر 10 روزه هم زمستان همدان رو ببینن، ایران رو ببینن، هم تابستان ایران رو ببینن، هم بهار ایران رو ببینن، هم پاییز ایران رو ببینن. به این خاطر این سفر 10 روزه رو از کیش شروع کردن، تابستان رو دیدن و اومدن تابستان به اصطلاح آمدن شمال بهار رو دیدن و دوباره مشهد زمستان ایران رو دیدن و نقطه مشترک این عزیزان همه نویسندگی هست که حالا از صحبت‌های آقای دکتر گیاهی در زمینه نیشابور استفاده می‌کنیم و دوستان اگر سوالی هم داشتن بپرسن. محرمان به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. چون فرمودین دوستان از همدان تشریف آوردن، رفتن همدان رو دیدن، بر دامن الوند که همسنگ جنان است، شهری است چو فردوس که نامش همدان است. پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایات علی که از همدانم. این میدونی مال کیه؟ که مال میر سید علی کولا. آره در کولا. پرسید عزیزی که علی اهل کجایی؟ گفتم به ولایات علی که از همدانم. نی زان همدانم که ندانند علی را، من زان همدانم که علی را همدانم. خیر مقدم عرض میکنم خدمت حضور سبز و گرانقدر و گرانمایه شما ادبا و شعرا و عارفایی که از دیار رودکی از تاجیکستان عزیز تشریف آوردین به نیشابور زیبا و چقدر بوی جوی مولیان دارید شماها. به به، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. میر ماه هست و بخارا آسمان، ماه سوی آسمان آید همی. میر سرو است و بخارا بوستان، سرو سوی بوستان آید همی. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. خلاصه خیر مقدم عرض میکنم به نیشابور زیبا، نیشابوری که صاحب میگه صاحب اگر به تاج شهان جا کنند همی، فیروزه باز یاد نشابور میکند. در دل سنگی من نقش قدمگاه بزن، راه فیروزه شدن از خود نیشابور است. به هر حال خیلی خوش آمدین به شهر زیبا. چقدر در ایام مناسبی تشریف آوردین در این برف بسیار بسیار زیبا که هم مقبره آرامگاه عطار نیشابوری که ما لحظاتی پیش اونجا بودیم، هم در آرامگاه حضرت خیام که خدمتون هستیم. فضای بسیار بسیار زیبایی هست. من دوستانی که زمینه این سفر رو براتون به ایران و به همدان و به نیشابور و شهرهای فرهنگی ایران فراهم کردن به غایت ازشون ممنون و سپاسگزارم. ان شاءالله در نیشابور زیبا بهتون خوش بگذره. من بخوام یک خورده کوچولو در رابطه با سوال پیدا اجازه بدید آقا داره سوال اول گپش این دامردک در شیرخونه شما سوال اول که خوش میگم باشه. خب باقی که خدمتون هستیم در حدوداً 60-70 سال پیش اینجا طراحی میشه. آرامگاه خیام نیشابوری در ابتدا در کنار امامزاده محروق قرار داشته. 2-3 بار ایشون جابجا گور به گور میشه به قول معروف، تا اینکه اول که میاره کنار آرامگاه امامزاده محروق مجدد دفن میشه با یک آرامگاهی که کوچولی براش میسازن. بعد اینکه تشخیص میدن در شأن خیام نیست، در دهه 40 شمسی توسط مهندس هوشنگ سیهون که مهندس برجسته ایرانیه این آرامگاه طراحی میشه. حالا من خیلی خلاصه میکنم. آرامگاه برگرفته از 3 پارامتر اصلی. البته خیام میدونین همه چیزدان هست. 3 پارامتر اصلی شخصیت خیام که بحث نجوم و منجمی ایشون هست، بحث ریاضیات ایشون و بحث ادبیات ایشون. ارزم به حضور شما در این بنا دیده میشه. این بنا رو هم میگن جور طراحی شده که حالت جام وارونه‌ای هم هست. اگه بخوایم اینجا جامی است که عقل آفرین میزندش، صد بوسه ز مهر بر جبین میزندش. این کوزگر دهر چون این جام لطیف میسازد و باز بر زمین میزندش. آره خلاص این باغ محصول اون زمان
یک باغ ایرانی هست که مشاهده می‌فرمایید. ما غیر از این باغ آرامگاه عطار نیشابوری هم داریم. ان شاءالله شما فکر کنم تا لحظات دیگه اونجا هم تشریف خواهید برد. عرضم به حضور شما خب در پایه‌های این آرامگاه و این سازه که مشاهده می‌فرمایید 20 رباعی از رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری به انتخاب آقای جلال همایی فکر می‌کنم انتخاب شده و اینجا با کاشی معرق نقش بسته. این بقیه داخل خدمتتون باشیم. حتی این سنگ فرشی هم که می‌بینین این هم برگرفته از عرضم به حضور شما اون مباحث مقبره آرامگاه حکیم عمر خیام نیشابوری. حالا اگه دوستان تاجیک ما رو به چند تا رباعی از خیام دعوت کنن ممنون میشم. حالا شما دعوت میکنم برای تشریف بیاد جلو. برادر سوال فهم یکی فهم ما ها سال دادن در 10 پای پوشیده فارسی ببین در چی خیام اون بحث ریاضیات طولانیه اون. بحث خانم ساجده همدمو معلم زبان فارسی در تاجیکستان هستند. مدرس و استاد زبان فارسی در تاجیکستان هستند. حالا گپ میزنن، شعر میخونن، اساتید خانم هرچی که دوست در چه دلتنگیت میخواد پیش قیام میگید. از خاک همین نما هر دم هنره من دیدم اگر ندید هر بی بسره خاکی پدران در کف هر زگره یارب تو چنان یارب تو بیرم سرشته ای من چی کنم پشم و قصبم تو رشته ای من چی کنم هر نیک و بدی که آید از من به وجود تو بر سر من نوشته ای من چی کنم میگویم که عمر خیام در سن 83 سالگی نماز خفتن را خواند و دادر عروسش را دعوت کرد و گفت که سحر همه را به جنازه دعوت کنید. بله او صحت سلامت و سحر همه را به جنازه دعوت میکنند. پس از خواندن نماز خفتن عمر خیام میگوید خط فرنگی ده جاش ایسا میبرم بله. سر آمدم ای خدا از هستی خیش و از تنگ دلی و از تهی دستی خیش از نیست چو هست میکنی بیرون آر وی نیستیم به حرمت هستی خیش. شکر